ما هم گشت و گذار داریم در شهر پاریس. یکی از وокزال ها یا نمیفهم چی میگیم ژلدرژنی وокزالی سن لازه. ما میریم به طرف دیگه وокزال، چون دیگه وокزال کار داریم، وокزالی مونپارناس. با ما بمانید. هم توریستا که تمام شهر پاریس هم میگردن. این اتوبوس دیترژن بلو لین یعنی لین کبود، یا هم الکتریکی بده 100%. ما میریم اون طرف. دوستان عزیز، هم صحنه بیرونی گاگی سن لازر. در اینجا یک مجسمه میگن چی میگن، یک چی را ساختن از تمام ساعت های اما قدیمه. ببینید خیلی هر دکوری خوب کردن. اما شاهانی بده. هم صحنه بیرونی اما ژد وокزال. ما میریم درونش، میریم دیگه طرف. این طرف هاش هم ساختمانش رفته است، از نوسازی دارن. هم داخل شدن به گاخ یا به همون ژد وокزال. با ما مترو کار داریم، متروی باید گاهی مونپارناس بریم. چقدر کلام بوده ای ماشاءالله. متروهای شهری پاریس، یکی از استانسیون متروی شهر پاریس. سلام دوستان عزیز، من حکیمی هستم از فرانسه. خوش آمدید به برنامه نوبتی دیگری ما. خدا کنه در هر گوشه دنیا باشید به نظام صحت سلامت و دور تشویش‌های روزگار. دوستان عزیز، ما اشاره گفتم در فعلا قرار دارم در شهر پاریس یا شهر پاریس و آمدیم به یکی از جایهای دیدنی و زیبای این شهر، گاهی مونپارناس یا که اتوبوس یا ژد وокزالی مونپارناس که شما تصویرش رو در پشت سر من میبینید. و در پهلوی از این وокزال یک ساختمان خیلی هم با حشمت و خیلی هم بلند جایگیر شده است. این رو ببینید، خیلی بلنده، خیلی زیاده از 70 تا وای داره اتاژا. یکی در وقتش در یکی از بلندترین نقطه های شهری پاریس یا پاریس به حساب می رفته است. و در نوکش جای پانوراما داره. او بالا دم برای 26 یورو 36 یورو گفتن. دیگه ما وقت نداریم بالا بریم. دیگه شما رو گفتم برای معلومات نشان دادم. این همون زدانیه که در وقتش خیلی بلندترین چی شهری پاریس بوده. بعد این طرف هم نشون که گاخ یا همون وокزال. این طرف هم نگاه کوچه و ساختمان ها این شهری پاریس. دوستان عزیز، برنامه ما رو پیگیری کنید. ان شاء الله در روزهای نزدیک تمام برنامه‌های ما مکملش در کانال ما و نشر می‌گردد. دیگه بریم دیگه طرف‌های شهر ببینیم چه چیزای جالب بهرش ما پیدا می‌کنیم، بهرش ما معلومات بدیم. با ما بمانید. دوستان ساختمان بلندترین ببینید چقدر بلند هم هست، خیلی بلنده باشه. ای خیلی ما دور اومدم گفتمش هنوزم همش خشونم میاد. شما را بار ببینید. و نگفتن اول عکسی که شما میبینید یکی از ستاره های المپیاد امسالا که لیون مخشان نام داشت. در المپیاد 4 مدال طلا و 1 مدال نقره گرفت
اوید با باسین، اوید با شینواری، یکی از ستاره هایی که خیلی هم خوب درخشی در چی پاریس. انمی آدم بود لیون مخشان از شهر تولوز است، دوستان عزیز، تولوزی فرانسه. و خیلی در گفتی گپا که کارنامه‌ای نشاند و قهرمانی نشاند و با مدال قهرمانی فرانسه سزاوار گشت. و این های طرف هم همون وگزال یا گاغی مونپارناس ساختمانش ببینید چه کلان هم است. این هم بود کمی معلومات دوستان عزیز درباره گاغی مونپارناس و انشالله میریم درونش حالی کمی هم باشد نوار میگیریم تا جایی که ماندنمون. بعضی وقتا نمیمونه سیاه کردن. این طرف ببینید. خب با ما باشید. این هم ترانسپورت های شهری پاریس یا مخصوصا اتوبوس های شهری پاریس که چهار طرفی شهر آدم ها را برده میرسانند، مسافران را. این طرف هم چندین گستینسه و هتل و رستوران ها و خب معمولا در چهار طرف وگزال ها هتل ها بسیارن یا گستینسه ها یا میمخانه ها. چند قبل گفتیم در شهر پاریس المپیاد تابستان و المپیاد پارالیمپیاد یا برای المپیاد معیوبان دایر گشت و در اینجا چندین سیمبل و نوشتجات های این برنامه نصب کرده شده است. نقشه های مترو شهر پاریس به این شکل رسامی شدن یا بسته‌بندی شدن و میتونید که از این نقشه و تمام نقاط های شهر پاریس سفر کنین. مونپارناس بینو یعنی به مونپارناس خوش آمدید. یک نام یک منطقه است. این هم سیمبولی متروی شهری پاریس و چون گفتیم این هم ایستگاهی یکی از ایستگاه های مونپارناسی شهری پاریس. دوستان عزیز، این هم چون گفتیم این طرف گاغی مونپارناس، این هم گاغی مونپارناس از بیرون و نصیب باشه ما میریم داخلش. درونش هم مالی نوار میگیریم و فعلا قرار در صحن بیرونیش. ببینین خیلی آدم بسیاره، خیلی در چهار طرف این گاغ مغازه و نمیفهم ساختمان ها و بوتیک های گوناگون جایگیر شده است. ببینید دوستان عزیز، یک بار از دوری خیلی کلانم است. وگزال روی آهنی مونپارناس. دوستان عزیز، ما هم داخل وگزال میشیم. وگزال روی آهنی مونپارناس و میریم ببینیم در درونش چه چیزا هست برای تماشا. باور خیلی کلانم است. و نگفتن ما چند سال پیش آمده بودم می وگزال. 3 سال پیش بود، 2 سال 4 سال پیش بود راستی گپ. وقت چی هم زبانم بلد نبودیم و وقت معلومات ها رو من بدونستیم. دوستان بینید خیلی مغازه و بوتیک های جالب. اینجا ما هم بریم طبقه بالا. این زیاده 3-4 طبقه بوده داخل شدن داخل وگزال. خطی مترون به ته میگذشته، خطی اوغیق میگن یک لینه دیگه که الکتریسکوهای چی میگن پاریس درفته است. خیلی این زمین های ته ای وگزال چی بوده. این هم چندین مترو 4 6 12 13 و بوس ها هم اینجا میرفته هستن. شما یک دفعه بینید دوستان، خیلی جای کلان و دیدنی هم هست. و میریم طرف های جاهای پاییز ها، خط های پاییز.